دوستان، اومدیم ما برای ویدیو اتچمنت مولتی. این اولین ویدیویی که من دارم میذارم. ویدیو قبلی انگار خرابه. این اولین اتچمنت مولتیه که خیلی هم خوبه و عالیه. بردارید همه انمیا رو باشون این از اولی و یه شاتگان که یا مشکل شاتگان و اچس و اینا دارد. میخوام با یک اتچمنت بیوای هم بذارم. و این دوتا میرم براتون توی هر بتل هم مولتی تست کنم. اول بریم بتل. نمیاره از شانس مونتمون. خب اولین اتچمنت. این اتچمنت خیلی خوبه، مخصوصا اگه پیر باشه. نکنه باگ خوردم. انگار باگ خوردم. بله خیلی عالی. اینجا ولی نگاه کنید الان اینجا میزنم همه بیشتر تیراش همه کلا میس نمیره. اینا باید اگه پرکم بندازین، این پرکایی که من میگم خیلی خوبه. یکی این پرک، این و این یکی، این سه تا پرک خیلی خوبه. من رفتم اینجا هم بردارم باتا رو بیارم. من یکی از شاتانه لغت دارم. این پرکمون باعث میشه که وقتی ببینید الان من دارم تیر میزنم، خب وقتی اسلاید میزنم نگاه تیرم داره پر میشه. خشابم اینجوری میتونید با الیوی چیز کنید و بزنیدشو. من خیلی توی اسکوپ گرفتم و زدت مهارت ندارم ولی این از اول که شاتگان بود. اگه حالا میخواین این سریفتم هم بخشش براتون بذارم که تقریبا انگار میشه گفت نقطه دیدنه. یه ذره لگت داره ولی من الان لگتشو میگیرم. ببینید قشنگ نقطه زن میشه. یه ذره لگت داره، خیلی لگت نداره. در موردش خلف دمیجش که نمیشه اونجا تسته. ببینید برو بریم. خیلی خوب بریم برای مولتی. خب مولتی اتچمون دوباره نشون میدم. این اتچه که خیلی هم خوب استش.
برو بریم برای تست اتچ. من رنگ میرم تا بهتر باشه، بتونیم بهتر کنیم قشنگ. از شما صد نگم براتون. الان میرم میبینم اسکوادشون چه رای هارده. خب تصویر دیگه هم خواستید کامنت کنیم که من کامنتتون میخونم. برم ایران هستش. Hardpoint identified. Target down. Hardpoint locked down. Tango down. Target down. Changing mag. دیگه زیاد حرف نمیزنم، گیم پلی رو ببینیم با این Hardpoint contested. Tango down. خیلی با نمیتونم پلی بدم برای همه میتونم اتچمنت شاتگانم HS منظورم HS خواستید برای چه موتیک بتل بگید من براتون میذارم. میرم میگردم دنبال اتچمنت مختلفی تست میکنم. بهترینشون رو براتون میارم و میذارم استفاده کنم. هیپش خیلی خوب نیست ولی میتونید روی اسکوپش حساب کنید. هیپش از روی خیلی نزدیک خوبه. اگر خواستید بگم هیچی همین ویدیو میگم ویدیو بس ببینید. الان من چیزی میزنم هاشو عوض دارم میکنم میتونم موومنت بزنم. اینو یا همین ویدیو یا توی یک ویدیو دیگه بهتون میگم که بزنیم دیگه نمی نتونه بزنتون وقتی ریلود. از این فاصله ها هیپش خوب میزنم ولی من دستم بعضی موقع نمیره روی ایم. مجبوریم ببین الان اینجا رو خوب زد. گاهی اوقات هیپش خوب میزنه گاهی اوقات بد. ولی بریم یه اتچمنت کسی بردارم. ببینید اگه خواستید بگید اتچمنتشو بذارم. چون پینگم یه خوده یعنی میره بالا میاد پایین. من لایک دارم بعضی از تیرام میرسه میشه. نمیده مثلا ریجستر نمیشه تیرام.
الان با شاتگان میام ببینید شاتگانم اگه خوبه بذارم بچه چی شد. وای من خیلی لایک دارم. Targets in sight. Hardpoint identified. Capture the objective. Reloading. Cover me. آقا بعضیاشو میگن کلمه فلان رو کامنت کن باگ 117 تیک بهت میدیم. We've taken the lead. آقا این همشون Contested. خود اکتیویژن یک ویدیو منتشر کرد که توی اون ویدیو 200 پازل گرفتش. بقیه هم میان همینو برمیدارن میذارن میگن فلان کن برای ویو. چرا قاطی کرد؟ Contact with enemy. اینم از این. و خدا حافظ دیگه.